سلام بر دوستان عزیز، دارم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. چطورین بچه ها؟ امروز اومدیم با یک ویدیو دیگه. بچه ها من اولین بارمی که ویدیو یوتیوب میگیرم و احتمالا یوتیوبم کار کنیم و آپاراتم که سر جاشه. کانال آپاراتم MRRM 1391 که و تو یوتیوب احتمالا تغییر کنه، ولی الان محمد رضا مدنیه. بله دیگه، برو بریم سراغ یه ویدیو جدید، هم تو کانال آپارات هم تو کانال یوتیوب. اولین ویدیو که هم تو آپارات میذارم، هم تو از این بازی، هم تو یوتیوب. حالا برو بریم سراغ بازی ببینیم چیه. اسم من تا حالا تو بازی MRRM بیگ دراگون هستش. حالا بیگ دراگون رو جدیدن اضافه کردم و خب برو بریم. اینجا من این مودو ست کردم. حالا برو بریم که همه پاره کنیم. خب اولین مچ برامون میفته. خب برو بریم. ببینم بچه با کی بودی؟ نه با کی بودی؟ من میخوام بدونم تو با کی بودی. نو اونجا میکنیم باش. بیخواب بابا. خب این یکی نه. کیلر اون بیچاره رو دزدیدم. بابا چیکار میکنم؟ این MRRM داره چیکار میکنه؟ همه رو تیک پاره داره میکنه. 5 تا کیل بدون هیچ مردنی. حالا برو بریم اینجا دوبار. بابا این بنده خدا همش زیر دست ما میمیره که هی بابا. اوه کیلم مساویه 7-7. ببینیم چی میشه. یا اول یه سلام. خب من این صدا اینو من خیلی کم کنم. بابا بناز یک شات وان شات میکنه. MRRM این گودزیلا رو میکشه. البته تیرکس احتمالا. بیا ببینم فرار نکن کوچولو. بله کامبک میزنه از اون روزای خرابش به این. خب بچه حتما لایک کنین، دنبال کنین، کامنت هم بزنین، سابسکرایب هم بکنین، زنگوله هم بزنین. چی بود؟ من چی شنیدم؟ من زده. خب حالا سلام. تو هم سلام بگو به من. خب تو هم از تو، اینم از تو. خب حالا ببینم کی حریفم میشه. وای اسنایپ 0. اسنایپ هم 0. وای الان میرسن. ای وای. اوها تیرکس اومد. تیرکس یا اول تیرکس فرد. آها اینم از این. تو هم از تو رو خدا حرکت نکن. هد شد. برو ببینم. ای کیل دزد. این 10 تا با هم فاصله داره. این دومیه نکنیم که الان منم بازی با اختلاف به شدت زیاد الان پایان میرسونم. من پرو پلیرم. بعد پولو هم من. سلام ببخشید. بابا این تیرکسی کیه بابا؟ اختلاف 10 تا با نفرات دوم. سلام. کی بود؟ کجا زد؟ گیجم کرد.
یکی بیاد دیگه فقط. نه بیا ببینم، بیا ببینم. خب این یکیش دیگه، بریم اینم بزنیم دیگه بابا. بیا تو هم از این. البته نشد. بابا ای وای، بابا تو هم بیا بمیر. الان میرم گنده. بیا ببینم. بمیر. بله واقعا میزنه. ام آر آر ام. حالا اینجوری بچه ها احتمالا ممکنه نفر اول، همین دست اول. بچه ها و یه چیزی چی میگن، احتمالا کانال یوتیوبم اونو تغییر کنه به اماراره، ولی فعلا محمد رضا مدنیه. حالا انشالله چیز میشه دیگه، کلا پروفایل کانال اینا کلا تغییر میکنه. یه دست دیگه هم بزنیم و کلا تمام کنیم. البته وایسیم. خب الان میتونیم یه کاری بکنیم با اینا. 40 تایی نداره، 45 البته. ببینیم اگه داره تلاش کنیم. اینم نداره، عجیب. همیشه داشته نداره. خب برو بریم. خب اینجا وای این مپه اصلا مختزف من. بابا کی کجا؟ بیا ببینم. سلام. از پای میزنی، از بک میزنی، نامرد. اینجوری ببینم. تو منو زدی یا تو آخرش هم خودت هم بمیر. تو هم بمیر. یعنی شما کلا مثل این که باید بمیری، یعنی حق زندگی کردن من به شما نباید بدم، میدونین؟ یعنی آره دیگه، یعنی من یعنی خب تو هم یعنی باید بمیری، یعنی حالا این ور تو هم باید بمیری. یعنی ببین تو نه دیگه، تو باید بزنی دیگه. خب ببین نه اونجوری نباید بشین. ببین اصلش اینجوری. ببین اینجوری نباید بشین. ببین اینجوری نباید بشینی، باید بگیر. ببین تمام اینجوری باید بکنی. دیدی؟ خب حالا تو آموزش پشتنهای ایزی. بیا بابا حسنم سر او رایفل. من رایفل مثلا اوراکم. بیا ببینم رایفل. با رایفل من شوخی نکنم. یه دوری میزنم. رایفل منو اذیت نکنی. ببین کی زد تو منو وایسا کی منو زد؟ خواهم بگم تو منو زدی. بی ادب دیگه، یادت بد نرا با من کار نداشته باش. کار داشتی؟ نه وایسا الان من اونو وان شات میمونم. کی بود؟ سلام. بذار امون بده برسم سلامم بگم. بیا ببینم میترسی؟ نترس. سلام. ماشاءالله. حالا از اینجا اینو میزنیم میره و سلام. بیا ببینم بابا. سلام بیچاره. الان یکی میتونه برگرده دیگه.
اینم ایزیه سنایپرش. ایزی بابا ایزیه. یا اول میزنین منو نزن گناه دارم به خود بابا ریلود الان باید ریلود کنی بی ادب به خدا این 4 بیچاره این پایینی حتما اون پرو نیست دیگه لولش 34 چجوری من پایینی یکی هم 48 نفر کیل داره این بسته دیگه اینقدر با این اصله چیزت کردم بسته بیا وان بابا وان بابا بابا و بله اینم کمپلیت میکنی و بمیر بابا دوباره اول بابا دیگه اصلش با آهنگ من باید همه رو میکشتم ولی دیگه نشد که بشه. بله خب دوستان عزیز دل آها واستا الان میتونیم یه چیزی بگیریم 60 نه نمیشه 60 نمیشه. خب دوستان عزیز دل امیدوارم که حال دل من دارم خداحافظی میگم بله خب دوستان عزیز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اسم این بازی هم کامبت مستره و بله دیگه مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین دمتون گرمه. من فقط هدفم از این که ویدیو میذارم فقط اصلا به خاطر معروف شدن نیست فقط لبخند رو خنده شما میانم. دمتون گرمه که این ویدیو رو دیدین تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار.